خب دوستان عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که پر انرژی باشید و توی مسیر اهدافتون رو به جلو باشید. تنها چیزی که توی این دنیا ثابته تغییره. ما یا در حال بهتر شدنیم یا در حال بدتر شدنیم. حالا با کارهایی که امروز داری انجام میدی ببین داری بهتر میشی یا بدتر میشی. ببینید من نمیخوام خیلی جهت بدم به سمت حالا صحبت‌های انگیزشی و اینکه بخوام بهتون بگم چه کارهایی باید واسه زندگی شخصیتون انجام بدید، ولی یه چیز اجتناب ناپذیره سبک زندگیتون با کار تحتویی که قرار انجام بدید. یعنی شما نمیتونید یه سری کارها رو انجام بدید و بگید من تحت آرتیست موفقی میتونم باشم. برای همین نیازه ببینید یه سری کارها رو انجام بدید. توی ویدیو قبلی با هم آشنا شدیم، اهدافمون رو به هم گفتیم، چه کارهایی قرار من برای شما انجام بدم و این وسط یه سری چیزها رو از یه سری کسا براتون فاش میکنم، بهتون میگم که گول تبلیغات رو نخورید، هرچی جلوتر بریم خودتون متوجه میشید. ببینید دیگه دوره قدیم نیستش، مردم فکر میکنن، یعنی فضای مجازی که اومده اینجوریه که مردم فکر میکنن، یعنی این نیست که بگن خب بریم پیش کی، همه میرن پیش فلانی بذار بریم پیش فلان. همه میریم راجع به موضوع فکر میکنیم که من قراره چی کار انجام بدم و کجا برام مناسب تره. برای همین حالا اینجا رو باز داشته باشید که ادامه‌شو میدیم. اینو میخواستم بهتون بگم، سبک زندگی من برای آرتیست شدن خیلی مهمه. ببینید افکار من باید باز باشه. آرتیست، تتو، هر چیزی که هست یه جمله بهتون میگم توی این خلاصه میشه خلاقیت. یعنی اگه خلاقیتی نباشه شما نمیتونی یه تتو کار بشی. شما تهش این باشه که 4 تا طرح خیلی ساده و خیلی معمولی بزنی و ما قرار کاری رو انجام بدیم که کارهامون بتره کنه، توی اکسپلور بره، به قول معروف رنده کنه اکسپلور رو. نمیتونی بذاری همینجور توی این پیج و انتظار داشته باشی که برات خروجی داشته باشی. برای همین نیازه که خیلی کارا رو انجام بدی و راجع به خلاقیت میخوام اینو بهتون بگم، راجع به خلاق بودن. ببینید یعنی چی اصلا؟ خب هر چیزی از یه جایی شروع میشه. ببینید شما مثلا هواپیما رو در نظر بگیرید. ایده یه آدم بوده که دوست داشته تو آسمون پرواز کنه و ثمرش چی شده؟ هواپیما. ایده لامپ رو در نظر بگیرید، همین نوری که داریم. یه آدم توی ذهنش نمیتونسته بگه من اینو نمیخواستم و همینجوری اتفاقی به دست اومده و باعث درست شدن این نور رو حالا چیزی که داریم استفاده میکنیم شده، برق شده. و داستان ادیسون هم که همه میدونیم خیلی جالب بود. من با این جمله بارها زندگی کردم، با این مثال بارها زندگی کردم که 1000 بار شکست میخورن و وقتی همکارش میاد بهش میگه ما 1000 بار شکست خوردیم، میگه ما 1000 بار شکست نخوردیم، 1000 تا راه امتحان کردیم و متوجه شدیم این 1000 تا راه نبوده و بعد راه دیگه رو امتحانش کنیم. چقدر من با این جمله زندگی کردم و توی خلاقیت یعنی همین. ببینید در طول روز این اتفاق براتون میفته که مرتب اکسپلور رو بالا پایین میکنید و خیلی کم، شاید مثلا از هر 20 تا 30 تا کار یه دونه نظرتو جلب کنه. یکی داستان زندگیشو تحت کرده، یکی نمیدونم این کار رو انجام داده، یکی یه چیز خیلی خفنی در آورده. به این میگن خلق کردن، یعنی یه چیز جدیدی رو ارائه دادن. همش این نیست که من بردارم شابلون کنم و بخوام بزنمش. این ایده ها توی زندگی من باید بیادش و چجوری باید بیادش. یه سری کارها رو من نباید انجام بدم برای اینکه یه آرتیست حرفه‌ای باشم، برای اینکه خلاقیت داشته باشم، برای اینکه کار خفنی بدم. نیاز اول این ذهن من خالی باشه. نیاز اول میدونی این اسفنجی که هستش آشغالو میگیره، مثلا مغز من میشه. باید این آشغالا رو ازش خالی کنم، از وابستگی گرفته تا مصرف، نمیدونم هر چیزی، حالا موادی، مشروبی، هر چیزی که وابستگی بهش دارم، هر چیزی که باعث میشه من نتونم درست فکر کنم، باعث شه من نتونم ورزش کنم، باعث شه نتونم خیلی کار رو انجام بدم. چون وقتی زندگی سالمی رو انتخاب میکنی ایده ها پشت سرش میاد، اون طرح‌هایی که تو ذهنت هست یهو میاد. نه فقط ایده ها، مثلا به این فکر میکنی خب من چجوری الان باید کار انجام بدم،
چه کاری باید انجام بدم که چه میدونم کارم بهتر بشه. بازم دارم میگم یه سری جملات هستش، یه کلمه هست من لابلای جمله ها میگم، با اون تیک کلمه حالا زیاد جدی نگیریدش که ایراد من رو بخواید بگیرید که من این کلمه رو گفتی اینجا، این کلمه رو نباید میگفتی. به هر حال من دارم بداهه براتون صحبت میکنم، هیچ چیزی از قبل آماده نیست، یه تبلت جلوی من و چیز خاصی نیستش. و لازمه مثلا راجع به فضای مجازی یهو ایده میخواد، خب من باید چیکار کنم؟ مثلا باید برم اکسل رو بالا پایین کنم، مثلا باید برم آموزش ببینم، باید برم پکیج ببینم، باید برم توی هشتگ‌های تولید محتوا و آموزش و اینا نگاه کنم که یه چیزی یاد بگیرم. اینا مستلزم اینه که خالی باشه و وقتی ظرفت خالی باشه، ببین شما توی یه ظرفی که توش آبه نمیتونی چیز زیادی اضافه کنی، باید یه خورده خالی بشه که تو بتونی چیز بیشتری بهش اضافه کنی. حالا فکر کنین ظرف رو شما با همه چی پر کردی الا ایده برای کاره، الا اینکه قرار باشه چیزی به دست بیاری ازش، چه میدونم یه رابطه ناسالم داری، مشغولیت‌های خانوادگی داری و هر چیزی که فکرشو کنی. دیگه وقتی نمونه که من بخوام دستگاه رو دست بگیرم، بخوام کاری خلق کنم، بخوام مدلی بزنم که بخوام به درآمدی برسم. و این اتفاقی که واسه من میفته اینه که باعث میشه خلاقیت بیشتری رو تجربه کنم، باعث میشه مسیرمو یه میونبر براش درست کنم و کسایی که قراره حالا این مسیر رو برن جلو، یعنی رفتن جلو، مثلا 10 سال رفتن جلو، من بیام توی 2 سال برمش جلو. من همیشه گفتم با استفاده از این ایده ها، با استفاده از کارهایی که بقیه انجام دادن و من دیدم شاید جواب نده، یا بقیه انجام دادن و من دیدم شاید جواب بده، شاید راه 10 ساله رو مثلا توی 2 سال رفتم. شاید خیلی سرعت پیشرفت خودم بهتر بوده به خاطر کارهایی که انجام دادم و کارهایی که انجام ندادم. یعنی یه سری بایدا زندگی من داره، یه سری نبایدا داره که من باید توی مسیر کاری اینا رو انجامش بدم. باید حواسم باشه یه چارچوب واسه خودم داشته باشم، یعنی بی بند و بار کار نکنم، یعنی هدف خودم مشخص کنم از کاری که قرار یاد بگیرم، از این حرفه‌ای که واردش شدم چی میخوام. اومدم چه میدونم فقط با جنس مخالف ارتباط برقرار کنم، اومدم پول در بیارم، اومدم روح و روانم آروم کنم، اومدم حالا یه مسیر رو تو زندگیم جا بندازم. باید در نظر داشته باشم که چه کاری قرار انجام بدم. از روی هیجان اومدم. این تصمیم، این هیجانی که بهتون گفتم، خیلی از بچه‌ها که الان بزنید توی دیوار نگاه کنید، بزنید دستگاه و لوازم تتو، این دستگاه‌هایی میاد بالا براتون که خیلی از آدم‌ها یعنی همین که خریدن گذاشتنش توی دیوار. به خاطر چی؟ به خاطر تصمیم هیجانی که میگیرن و فقط میرن میگن خب تتو آرتیست شدم، پول داره، ما هم بریم پول در بیاریم، بریم یاد بگیریم سوزن و یه دستگاهی کاری قرار نیست انجام بدیم، برم پول در بیارم. و اتفاقش این میشه که میگیرن و میذارن توی دیوار رو زیر قیمت میفروشن و برمیگردن به زندگیشون. شما اول باید ببین اینم بهتون بگم، حتما نباید طراح باشید، نقاش باشید، چه میدونم رنگ روغن کار کرده باشید، سیاه قلم کار کرده باشید، نه اینکه بد باشه، فوق العاده است اینا رو کار کرده باشید و وارد حرفه تتو بشید. ولی این نباشه که مثلا بگی خب اینا که کار کردن من نمیتونم دیگه وارد حرفه بشم چون من اینا رو بلد نیستم. اصلا اینجوری نیستش. کلی آدم موفق داریم که توی این حرفه، توی این شغل به درآمد رسیدن. ببینید نیاز بازار، نیاز مردم، تقاضای بیرون، جامعه فقط کارهای رئال نیستش که فقط بگه چهره مادرم بزن، نمیدونم عکس فلان شیر رو برام رئال انجام بده. کلی کار هست که شما میتونید بدونید که مهارت طراحی یا نقاشی بلد باشید انجامش بدید و چه بسا اینکه بعد یه مدت به مهارت همونا هم برسید. مثلا ببین لاین ورک، دات ورک، فونت و کارهای این مدلی که ترکیب لاین و شیده خیلی هستن که شما میتونید به درآمد برسید. مثلا خیلی هستن کار چهره و اینا انجام نمیدن و اصلا هم نیازی به این نداره که شما برید وقتتون رو بخواید بذارید. البته بگم وقت دارید میتونید این کار رو انجام بدید، ولی صرفا بابت این که شما بخواید برید جلو و طراحی رو یاد بگیرید که به درآمدتون اضافه تر بشه نیازی نیست. اگه وقت داشتی دمت گرم، علاقه داشتی دمت گرم، ولی من خودم به شخصه میگم اگه اینجوریه شما مهارت اجرایی تو قراره ببری بالا، قرار مهارت
تحت زدن تو ببری بالا. یعنی اون وقتی که قراره بذاری 5 ساعت 6 ساعت روی کار طراحی بذاری تمرین کنی کلاسو بری، همونو میذاری ویدیو میبینیم با دستگاه روی پوست مصنوعی کار میکنی و این خروجیش خیلی برات بهتره تا اینکه بخوای نمیدونم بری یه کلاس طراحی دیگه انجام بدی. پس اینجا من یه قوت قلبی به شما میدم که حتی شمایی که کار طراحی یا نقاشی بلد نیستید میتونید این کار رو انجام بدید به شرط پشت کار داشتن. ببینید من همیشه میگم استعداد همون پشت کاریه که تمرین داده شده، ادامه داده شده. یعنی خیلی آدما اومدن پیش من گفتم این آدمه چقدر خفن، طراحی بلده، نقاشی بلده، عجب چهره چه میدونم هایپر رئالی زده، چهره فوتورئالی زده و بعدش گفتم این آدم میره دیگه میتره کنه تو این شغل. اصلا اینجوری نبوده، همینجوری رفته و به جای اینکه بخواد بره حرفه رو دنبال کنه 4 تا دونه پروانه و نمیدونم کار کوچیک و ریز و اینا زده و دنبال زندگیش رفته. ما اصلا این چیزا رو نداریم، اصلا نداریم و نمیشه و اینا توی صفحه ما نمیگنجه. قرار اینجا با هم حرفه‌ای بریم جلو، قراره با هم خیلی خفن بریم جلو. اگه طالب این هستی که حتما کارو انجام بدی با هم میتونیم بریم جلو. چرا که من این مسیر سخت رو اومدم، یه چراغ دستم گرفتم، شما میتونید پشت سر من بیای و به مهارت برسید و کارهایی که قراره انجام بدیم خودتون میبینید. کارهایی که حتی تو کلاسایی که آموزش دیدم بهتون نخواهند گفت و نمیگن. چرا که خیلی هستن علمشو ندارن، خیلی هستن دوست ندارن اصلا مهارت اصلی رو بخوام به شما یاد بدن، خیلی هستن قدرت انتقالشو ندارن. ولی قرار ما اینجا همشو یاد بگیریم. قرار ما اینجا همه این کار رو انجام بدیم که شما به این مهارت برسید. منابع بهتون معرفی میکنم و هر چیزی که از 0 تا 100 این شغل نیاز و حتی توی ذهن شما هم شاید مثلا خیلی براتون سوال باشه از من بپرسید و خیلی چیزاش هم سوال نباشه ندونید و من بهتون بگم و کلی به کارتون میاد به خاطر تجربیاتی که داشتم. و مطمئن باشید که از بسم الله، یعنی از اون صفرش میایم شروع میکنیم تا اون جایی که مهارت من رسیده. ببینید هیچ صدی نداره، تا اون جایی که خودم بلدم مهارتم رو رسوندم میریم جلو. توی صفحه اینستاگرام توی پیج اون هستش، پیج آموزش اون هستش، حالا براتون میذاریم. نمونه کارا رو میبینید، هایلایت ها رو میبینید، پرسش پاسخ ها رو میبینید و متوجه میشید که حالا با یه رزومه‌ای داریم این کار رو انجام میدیم. فقط صرفاً این نیست که چه می‌دونم یه دستگاه تتو خریده باشیم و بخوایم به شما چیزی رو انتقال بدیم. دردش رو کشیدیم، رشد کردیم، چوبش رو خوردیم و به اونجا رسوندیمش که الان میتونیم راجع به این قضیه صحبت کنیم. مثل خیلی‌های دیگه یه پرده درست نکردیم، فقط بیایم بشینیم بدون اینکه حتی یه عکس با دستگاه تتو داشته باشیم و بخوایم برای بقیه صحبت کنیم و بخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که بچا تتو اینجوری تتو اونجوری شما مطالب از گوگل پیدا کنیم. هم صفحه اجرا هستش، هم صفحه آموزش هستش توی اینستاگرام میتونید ببینید و اگه دوست داشتید میتونید اون موقع صفحه ما رو دنبال کنید. میتونید اون موقع عضوی از خانواده قادری باشید که بتونیم این کار رو انجام بدیم و صفحه ما رو سابسکرایب کنید که بتونید بیشتر با ما تعامل داشته باشید. و دمتون گرم. این 2 قسمتی که براتون گرفتم بیشتر با هم بیشتر حالت معارفه داشتش، بیشتر حالت اینو داشتش که مسیری که قرار با هم بریم چجوریه، سفری که با هم شروع کردیم قرار به کجا برسه و از ویدیو بعدی دیگه وارد معرفی و وارد حالا کار تخصصی و چیزایی میشیم که به دردتون بخوره. دمتون گرم. مرسی.